ضمن وخوری نوبتی حاضرین سخن کرده ذکر نمودند که در جامعه امروزه کشورمان مخصوصا سطح آواره‌گردی و حقوق ویرانکنی و صادر گردن جنایت‌ها از جانب نابالغان نسبت به سالهای گذشته خیلی پست شده است و پدر و مادران نیز برای به تعلیم و تربیت فرا گرفتن فرزندان تمام چاره‌های ضروری را اندیشیده شرایط خوب معرفتناک نمودن آنها را به راه مانده ایستاده‌اند، اما با وجود این برای باز هم کاهش دادن سطح جنایتکاری در میان نسل نورس جامعه و به حیات آسوده و ارزنده راه‌اندازی کردن آنها از مقامات‌های دخلدار و پیش از همه از پدر و مادر مسئولیت بیشتر تقاضا می‌گردد. در این راستا والدان وظیفه دارند که انکشاف قابلیت فرزندان را فراهم آورده شأن و شرف انسانی آنها را احترام نموده با معامله دغل نسبت به آنها راه ندهند. در این ردیف با مؤسسه‌های تعلیمی همکاری نمایند و پیوسته از جریان دانش آموزی فرزندان خود با خبر شوند، زیرا به اهمیتی و بی‌پروایی پدر و مادر نسبت به فرزند علل خصوص جوانان امروزه که می‌تواند زود به هر گروه‌های گوناگون شامل شود مساعدت کند. مورد به ذکر است که هر پدر و مادر مسئولند در روند تعلیم و تربیت فرزند جهت‌های روحی و روانی آنها را به نظر گرفته کوشش به خرج دهند که با کودکان زوراوری را پیش نآورند و از زینه‌های انکشاف کودکان برخوردار شوند و تعلیم و تربیت درست را به راه مانند. مسئولین سراسط معارف شهر دوشنبه ضمن برآمد خویش ابراز نمود که امروز اهل معارف و استادان و آموزگاران وظیفه دارند که در همکاری دائمی با پدر و مادران در تامین اجرای مقررات قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند تشبثکار و پیش‌صف باشند.